سرخط مهمترین خبرها: ماه رمضان 11 مارس فرا می رسد. مرگ 3 کودک در سوختار در دوشنبه و اسرائیل شرط‌های آتش‌بس در غزه را پذیرفته است. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 4 مارس است. برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. شب گذشته یک مرکزی سودا در مرکز ناحیه یاوان به کام آتش رفت. بر اساس نوارهایی که کاربران رادیوی آزادی فرستادند، علنگه آتش 2 آشیانه و همچنین بالاپوش بنا را فرا گرفته است. صاحب یکی از مغازه‌های سوخته شده به رادیوی آزادی گفت سوختار از آشیانه دوم مغازه سر شد و بعداً بنا را فرا گرفته است. درباره سبب سرزدن سوختار و تلفات از این حادثه تا این دم اطلاعی در دست نیست. مقامات هنوز حادثه را شرح ندادند. در نزدیکی جای سوختار بنای فیلیال ایمان اینترنشنال هم بوده است که به گفته همصحبتان رادیوی آزادی به آن آسیب نرسیده است. بینندگان عزیز، ما این خبر را پیگیری داریم و با رسیدن تفصیلات بیشتر پیشکشتان میکنیم. در این روزهایی که تاجیکستان را سردی ها فرا گرفته است، در دیگر منطقه ها از جمله دوشنبه هم سوختار سر زد. از جمله روز 2 مارس در نتیجه آتش گرفتن یک منزل در شهر دوشنبه 3 کودک به هلاکت رسیدند. حادثه در کوچه خیرالله میرزایفی دوشنبه رخ داد و رادیوی آزادی اولین شده در این باره خبر داد. منابع رادیوی آزادی گفتند سبب سوختار آتش گرفتن سیم برق بوده است. در وقت آتش گرفتن خانه زهرا، فاطمه و عبدالرحیم در داخل خانه بودند و از دود زهرآلود شده فوت دیدند. آنها 1، 2 و 3 ساله بودند. خبرنگار رادیوی آزادی 2 مارس به جای حادثه رفت، اما نزدیکان کودکان فوت دیده نخواستند صحبت کنند. مقامان نیز تاکنون حادثه را شرح ندادند. یک همسایه این خانواده که شاهد حادثه بوده است به رادیوی آزادی گفت سوختار تقریبا ساعت‌های 11 سر زد و کودکان در داخل خانه بودند. به اطلاع برخی رسانه‌های داخلی و هم تقویم‌های پهن شده، امسال ماه رمضان 11 مارس آغاز می شود، اما شورای علما هنوز قرار خود را رسما در این باره اعلان نکرده است. یک مسئول این نهاد به رادیوی آزادی گفت به زودی جلسه شورای علما برگزار و تصمیم این نهاد اعلان می شود. بر اساس تقویم نشر شده، امسال رمضان 11 مارس اعلان شده تا 9 اپریل ادامه می کند. صدقه فطر که بر سر هر عضو عائله سپرده می شود، برای هر کس 7 سومانی مقرر شده است. نصاب زکات امسال 35275 سومانی تعیین شده است که از آن 880 سومانی به کمبیزاتان داده می شود. فدیه صوم برای آنهایی که با سبب پیری یا بیمار بودن روزه گرفتن نمی توانند 420 سومانی برای 30 روز تعیین شده است. ماه رمضان برای مسلمانان مقدس است و پیروان دین اسلام در این ماه روزه می گیرند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از انجام دور نوی گفتگوی مرزی با قرقیزستان خبر داده است. این نهاد در خبرنامه‌ای که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد گفته است گفتگوی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان از 25 فوریه تا 3 مارس در قرقیزستان برگزار شد، ولی مقامات درباره تفصیلات این واقعه و توافق‌های حاصل شده هیچ چیزی نگفتند. منبع تنها گفته است دوره بعدی مذاکرات در تاجیکستان برگزار می شود، اما سنه واخری معلوم نیست. ماه فوریه نمایندگان دوشنبه و بیشکک 2 مرتبه واخوردند. قبلا رئیس جمهوری قرقیزستان صادر جباروف گفته بود معین کنیم مرز با تاجیکستان را تا ماه مارس سال 2024 به انجام می رسانند. مقامات تاجیکستان از پیشروی در گفتگوهای مرزی خبر دادند، اما سنه مشخص را اعلان نکردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه دکبر سال گذشته در پیامش به پارلمان از آن توصیف کرد که صاحبکاران در مرز با افغانستان 10 دیدبانگاه ساختند. در پی به قدرت رسیدن طالبان در آن طرف مرز، تاجیکستان شماره دیدبانگاه را در مرز با افغانستان زیاد کرد، اما مقامات 2 ناحیه نزدمرزی تاجیکستان درباره ساختن این دیدبانگاه ها معلومات گوناگون می‌دهند. محمود جان رحمتزاده با تفصیلات بیشتر. دیدبانگاه سرحدی کوکل در ناحیه فرخور انشاءاتی نو است. آن را رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ماه اکتبر سال 2023 باز کرد. این 4مین دیدبانگاه مرزی در ناحیه فرخور است که اخیراً ساخته شده است. همه آنها در روبروی ولایت تخار افغانستان جای گیرند. رئیس حکومت ناحیه فرخور گفت که همه این دیدبانگاه ها از سوی صاحبکاران ساخته شده اند. 4 صاحبکار ساختن. صاحبکار اشهر دوشنبه اومدن اینجا ساخته دادن. ما نظارت میکنیم، دستگیری میکنیم. از طرف ما همین نظارت و دستگیری و همین اخبارات رو میدادیم که در حقیقت ساختمان رفته است یا نه. چند سال است در مرز با افغانستان ساختمان دیدبانگاه و قسم‌های حربی جریان دارد. در ناحیه شاهین تنها در سال 2023 5 دیدبانگاه نو به کار سر کرد. پیش از این مرزبانان از مرکز ناحیه به قرارگاه نوی نزدیکتری مرز کوچ داده اند.
قرارگاه نو در نزد دهه یال در 4 کیلومتری سرحد است. رئیس ناحیه شاهین آن وقت گفته بود که این دیدبانگاه ها با کمک صاحبکاران ساخته شده اند. اما در نشست خبری ماه فوریه از سوی صاحبکاران ساختن دیدبانگاه ها را رد کرد. او گفت که هر دیدبانگاهی ساخته شده از سوی حکومت جمهوری مبلغ گذاری شده است. اصلا در حدود ناحیه شمسین شاهین 5 عدد دیدبانگاه نزد سرحدی سال گذشته بنیاد شد. اصلا با دستور سپارش ها و هدایت راهنمایی های پیشوای معظم ملت و حکومت مملکت بنیاد شدند. پرزیدنت امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش از صاحبکاران اظهار سپاس کرد. او گفت که در ساختمان دیدبانگاه‌های نو سهم صاحبکاران کلان است، ولی نگفت که چند دیدبانگاه ها را صاحبکاران ساخته‌اند. تنها ماه آگوست سال 2023 طریق آنلاینی و با حضور پرزیدنت تاجیکستان 10 دیدبانگاه نو باز شده بود. همه دیدبانگاه‌های بنیاد شده طبق اطلاع رسمی در مرز افغانستان قرار دارند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز داشته سال تا سال نظارت آن با مدد کشورهای خارجی و صاحبکاران محلی تحکیم داده می شود. محمود جان رحمتزاده، رادیوی آزادی، مرز تاجیکستان با افغانستان. اسرائیل در عموم پیشنهاد آتشبسی 6 هفته‌ای در غزه را پذیرفته است. در این باره تلویزیون CNN و نشریه فاینانشال تایمز با تکیه بر نماینده قصر سفید آمریکا خبر داده است. طبق نقشه برای عوض آتشبس باید زنها و افراد سالمند و زخمی از اسارت گروه ممنوع حماس در آمریکا و اروپا آزاد و به غزه کمک بیشتری بشردوستانه رسانده شود. رسانه‌ها خبر می‌دهند که برای بررسی طرح سازشنامه نمایندگان گروه‌های فلسطینی، ایالات متحده و قطر به قاهره پایتخت مصر رفتند. انتظار می‌رود هیئت اسرائیل نیز به قاهره رود. به گفته CNN دوام 6 هفته سازش نوبتی برای عوض گروگان‌ها و انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه باید آماده شود. نماینده حماس گفته است که اگر اسرائیل شرط‌های آنها را بپذیرد، دوام 2 روز سازش آتشبس را امضا می‌کنند. هنوز جزئیات این سازش معلوم نیست. دقیق نیست که حماس سازش 6 هفته‌ای را می‌پذیرد یا نه. شهباز شریف نخست وزیر نو پاکستان انتخاب شد. روز 3 مارس به طرفداری از شهباز شریف 201 وکیل پارلمان رای دادند. رقیبی عمر ایوب همگی 92 رای به دست آورد. عمر ایوب از سوی عمران خان رهبر زندانی حزب تحریک انصاف برای نخست وزیر پیشنهاد شده بود. شهباز شریف برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. این سیاستمدار شناخته پاکستان و رهبر حزب رابطه مسلمانان شاخه نواز بار دوم سروزیر پاکستان شد. پاکستان در 2 سال اخیر شاهد بی‌بندوباری سیاسی است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.